ما خبرنگار هستیم. من توی دانشگاه راه ندادن. من الان سوال داشتم از شما آقای جهرومی. آقای جهرومی همینجوری که در حین حرکت هستیم. انتصاب آقای دکتر شجاعی از استانداری اینجا به عنوان ریاست سازمان. آقای ملاک انتصاب رو بفرمایید. آقای جهرومی ما صبح اومدیم دم در دانشگاه راهمون ندادن. آقای جهرومی ما خبرنگار هستیم. من توی دانشگاه راه ندادن. من الان سوال داشتم از شما آقای جهرومی. آقای جهرومی من سوال داشتم. چرا نذاشتن ما بیایم توی دانشگاه؟ ما هماهنگ کرده بودیم با مسئول شما. آقا این صحبت مال الان ما چه